سلام و درود خدمت تمام برادران. اولا سپاس و تشکر به تمام برادرانی که عین زمان اینجا هستند و در قضیه مردم بدخشان، اون برادرانی که طول چند روز اخیر از دست رژیم امروزه رحمانوف که دیگر نام ما ذکر کنیم، قاتل، خائن، جنایتکار و تنفروش، هر اسمی که در زبان، در ادبیات، در فرهنگ ما بود براش گفتیم، ولی طرف برای ما و شما معلوم است که دیگر زبان خوب، زبان فارسی، زبان دری ما و شما را نمیفهمد. به هر یک ما و شما معلوم است. یکی از سبب هایی که ما و شما اینجا سر هم آمدیم، البته هر یک نشست، هر یک اعتراض، هر یک تظاهرات زیر یک برنامه سرجم می شود. متاسفانه امروز ما و شما زیر برنامه تعداد زیادی قتل هموطنان اینجا جمع شدیم. خیلی جای نگرانی هست که طول سالهای اخیر در هر جا که مردم تاجیکستان جمع می شود، کدام زندان کردن کدام برادر است، به قتل رساندن کدام هموطن است، یا که بالای کدام منطقه همون نشان رحمانوف رسیدن است. من یاد ندارم که باری آخر کی و در کجا مردم تاجیکستان به خاطر فرهنگ، به خاطر دین، به خاطر جشنهای ملی جمع شده باشیم و یک خرسنده این ملت دیده باشیم. هر جا که جمع شدیم، هر جا که یک جا شدیم، از قتل حکومت امروزه گپ زدیم، از قتل رژیم رحمانوف گپ زدیم، ولی تا به حال ما و شما را نفهمیدن. البته این سبب‌های خودش داره. ما نمیتونیم در اینجا موضوع اساسی را بالای آن وادار کنیم که رژیم رحمانوف یک رژیم قاتل است و ظالم است. نقطه بسیار مهمه که ما و شما اجازت دادیم که رژیم دست به قتل زد، مثل همون شعر شاعر که میگه که دیدی که به این ملت مظلوم جفا شد، تکرار ستم بود نه سهو و خطا شد. ما و شما بارها دیدیم همین ظلمه. خب صلح گفتیم، درست است، نه سازشنامه صلح یک جا شدیم. در مدت کوتاه بعد از سازشنامه صلح رژیم رحمانوف دست زد به قتل هموطنان. همه که میگه دیدی که به این ملت مظلوم جفا شد، تکرار ستم بود نه سهو و خطا شد. یعنی تکراری اون همه ظلم ها و اون همه قتل و اون همه کشتاری که با سروری رحمانوف تا زمان صلح شده بود و این همه قتل آخره که ما و شما از او یاد میکنیم، محمد باقر، این هم تکراری ان همو ظلم و تکراری ان همو قتل و تکراری ان همو برنامه های شومی رحمانوف است بالای ملت تاجیک، بالای مردم تاجیکستان. و چرا سالهای آخر رحمانوف، حکومت رحمانوف با اون بندیت ها و با اون گروه اوباشایی که در گرد اطرافش جمع کرده است بالای بدخشان دست دراز میکنه؟ این هم سبب دارد. رحمانوف توانست مردم کلاب را سرکوب کرد، توانست مردم غرب را سرکوب کرد، توانست هر منطقه‌ای که ما یک جوانمرد داشتیم تا سال 2008-2010 سرکوب کرد و هر جا که میروه با رقص و با بازی، با ترانه، با شعر پیشوازش میگیرن. یگانه منطقه‌ای که امروز نزد رحمانوف سرخم نکرد، یگانه منطقه‌ای که امروز خواستن یک زندگی سربلندانه داشته باشند، این بدخشان بود. من فکر میکنم که آخران روزهای سربلندی مردم بدخشان است. اگر با همین حال ما و شما رویم، اگر خاموش باشیم، اگر سر بلند نکنیم، دیر نیست که باز هم چند تا دیگه محمد باقرها را به شهادت میرسانند و به همین خداحافظ این ملت، مردم تاجیکستان. 100 سال دیگه این همین خیلی ما ملت میگیم، وطن میگیم، تاجیک میگیم، تاجیکستانی میگیم، اعتراض میکنیم، گردی همایی میکنیم، به همین خلاص شد و رفت. چرا؟ این هم بحث خودش داره. حرکت سیاسی گروه 24 اعتراض کرد، دعوت کرد مردم که مردم عزیز تاجیکستان فردا یا که روز دوشنبه ما یک اعتراض عمومی ملی داریم، عمومی مردمی داریم، نوبسته از مذهب، دین، گروه، منطقه. بیاین دفاع از لااقل آن کشته شده های دیروزه مردم بدخشان کنیم.
ما فراموش کردیم گلبدین، ما فراموش کردیم سبزعلی را، ما فراموش کردیم دیگر بهترین های این ملت. خب گفتیم خیر است، ولی در طول هفته اخیر طبق رسمیات 21 نفر، طبق غیر رسمی شاید از 50 نفر هم زیاد باشه. یک حکومت آشکار می رود در یک منطقه مردم قتل میکنه، کسی حق جواب گفتن ندارد. این است اینجا درد است که ما و شما را یک جا کرده است. برای من تا به حال سوالی به جواب همین است که کی برای این رژیم، برای این حکومت، برای این گروه اوباشا حق داد که آشکار می روند ما و شما را میکشند، انگوش شمار جوانان بیان اعتراض میکنند. خیلی که ما گفتم که دیدی که به این ملت مظلوم جفا شد، تکرار ستم بود نه سهو و خطا شد، تدبیر نشد مطلب کرسی به لیاقت، نه منتخب مردم این فیتروا شد. هیچگاه در انتخاب رئیس، وزیر، راهبر، دپوتات، اون کسی که امروز مسئول است و در چوکی های قدرتی نشسته است، اونها به انتخاب ما و شما راهبر نشدند. چند روز پیش مردم بدخشان در کوچه ها بلند شدن، اعتراض کردند که رئیس ولایت باید به استعفا برود. این حق آنها است، حق قانونی آنها است. وقتی قبول نداره خب بگذار به استعفا برود. ولی چرا رژیم رحمانوف دست به قتل میزنه؟ به خاطری که انا همویه که من بدخشانی ام، انا همویه که من از کلابم، انا همویه که من از غرم و از فرخارم. ما و شما را امروز بین همین حالت آورد. برای من 15 نفر جوانان بدخشانی را در اینجا بلند بکنین. 15 نفر. من احسن میگم. از روز پیدایش حرکت سیاسی گروه 24 تا امروز و از روزی که من میشناسم و در این حرکت آمدم، هیچگاه در برنامه های ما مردم بدخشان بیرون نبود. هیچگاه. و برای من هیچگاه گریه یا که ماتم مادر گلبدین از یادهام از پیش اشکم چشمم نمیره که چگونه یک مادر بلند شد برای این ملت دعوت کرد، فغان کرد که من فقط عدالت میخوام. تمام. آیا همون مادر ارزش نداشت که امروز هزارها جوان در این اعتراض باشند، صدا بلند کنند و بگویند بس است دیگر قتل، بس است دیگر کشتار؟ ما از چی میترسیم؟ از قتل؟ خب کشتن. ما از چی میترسیم؟ از زندان شدن. حتی از روسیه ما را دزدیدن بردن، از 10 تا به حبس یک عمره کردن، باز هم ترسیدیم. خب اون کسایی که میترسین، من در اون شکی ندارم که امروز اگر بالای مردم بدخشان تیر خالی کردند و کشتند و به خاک یکسان کردند، این ماتم، این مصیبت، این درد فردا بالای دیگر منطقه بیا و شاید کسی از اونها پدریت است، مادریت است که عین زمان در اینجا نه، در زیر دوربین مرا میبینی. مطمئن باشین رژیم رحمانوف او رژیمی نیست که رحم به مادر و به کودک داشته باشه. یک بار به این عکس ها نگره، همه میبینین که رحمانوف نه به زن، نه به مرد، نه به کودک، نه به یک موی سفید و کمپیر رحمی نداره و نخواهد کرد. چون ظالم، دیکتاتور، قاتل همه وقت دستش در خون بود و در مصاحبه خودش هم میگه ما به خون آمدیم و طبیعی است که به خون میروند. این یک چیزی طبیعی است برای دیکتاتورها. در مسئله قتل، کشتار، شکنجه ما بارها گپ زدیم، بارها و بارها و امروز هم گپ میزنیم و مقصد از اینجا گپ زدن ما اون است که ما جامعه جهانی را بفهمونیم. در نزد من دفتر سازمان ملل است، در تاجیکستان دفتر دارد، از من دیده خوبتر میداند که چی گپ است، چی خبر است. ولی ما یا که بعضی از مردم بدخشان، برادرای بدخشانی امید به سازمان و به کشور و به کدام خواجه و نمیدونم به کدام چیزهای داریم، این دیگر در تجربه ما دیده استیم. ولی من برای شما میگم که برادران، هموطنان عزیز، تا زمانی که صدا بلند نمیکنیم و در مقابل این گروه جنایتکارا روبرو نمیشیم، استاد نمیشیم، مبارزه نمیبریم، نه این غم مرا میخورن نه او دیگرش. ولی چرا ما امروز اینجا آمدیم؟ ما به خاطر آمدیم که لااقل پیغام خودمانه، درد خودمانه، یعنی بی‌طرف نبودن خودمانه ما با مادران و با خواهران و با آن شهیدانی که
امروز گذشتن به اهل و زیای آنها برسونیم. ما واقعا نآمدیم به اینها برسونیم. ما نآمدیم که امروز پیغام خودمون به اینها برسونیم. ما رساندیم طبق نمیدونم دیپلماتی بود، نمیدونم صدا بود، سیما بود، هر چیزی که میخواستن ما برای اینها رساندیم. یگانه راهی که این ملت سربلند میشود این هم استوار بودن است، این هم در پای ایستاد شدن است، از اون منطقه بازی و از اون گروه بازی کنار رفتن است. یگانه راهی که اکنون ما بعد از این همه سالها میدونیم که مردم بلند میشود. ملت صبر کرد، مردم خواب تحمل کرد، مردم گوش کرد، مردم گفت خواب آرام شوین، صلح و ثبات و امنیت و بهشت روی زمین و فلان و بهمدان. مردم این همه صبرها را کرد. من فکر میکنم ساعتی رسیده است که دیگر این همه صبر و این همه طاقت و این همه تحملی که ما داریم کنار برویم، دیگر با سری بلند، با شجاعت، با غرور جوانمردی در مقابل این رژیم ایستاد شویم و اون وقت ما میتونیم سربلند باشیم. تمام مشکل انسان فقط یک راه حل داره و خصوصا مشکل و مصیبتی که بالای مردم تاجیکستان آمده است این یک راه حل داره، این هم باشد مبارزه بردن است. هر راهی که نباشه، هر راهی که نباشه فرقی نداره طرف ما را چگونه قبول میکنه. دیگر ما باید این همه بعضی از علامت هایی که در پیش داریم باید دیگر آنها را کنار بگذاریم و با همون غروری که داریم، با همونی که دعوای تاجیک میکنیم، تاجیکستانی میکنیم، ما میتونیم با اون راه دیگر در مقابل رژیم رحمانوف استفاده بریم. خب این زمان ان شاء الله باز صحبت های بعدی است در رفتی برنامه بگذاریم.